سلام و درود بر شما. امیدوارم شب و روز خوبی داشته باشید. امروز قراره در مورد یکی از انیمه های بزرگ دنیا حرف بزنیم، اسم دیمن اسلایر که قطعا همتون دیدید و در آخرش احتمال داره بگم که ته داستان، ته انیمه، ته مانگا چی میشه و چه اتفاقی میفته که خب شاید یه سری دوست نداشته باشن. بهتون پیشنهاد میکنم اگه دوست دارین و براتون جذابه تا آخر ببینید که اونو متوجه بشید، اگرم نه که اون بخشو ایگنور کنید که آخر داستانو نفهمید. از روی مانگای ژاپنی ساخته شده توسط کویوهارو گوتوگه، از سال 2016 تا 2020 ساخته شده. کل جلدهایی که اینو نوشتن 22 فصل مانگا براش نوشته شده که شما میتونید اون مانگاشو جدا برید اگه فارسیش پیدا کردید بخونید، ولی خب لاتینش موجود. بعد شروع میکنن به ساختن این انیمه که از سال 2019 ساخته میشه و دو سری اسپیناف داره که به صورت فیلم در اومده که یکی 16 اکتبر 2020 بود، قطار موگن اومد و دومیش هم تحت عنوان روستای شمشیرسازی بود که فوریه 2021 پخش شد. یک سریالی هم ازش ساخته شده که 2 فصل یا 3 فصلش تا الان اومده. پرفروش ترین مانگای ژاپنی تا حال حاضره این انیمه و خیلی قشنگه، پیشنهاد میکنم ببینیدش. بریم سراغ داستان این انیمه. در دوره تایشو ژاپن، تانجیرو کامادو پسری باهوش و مهربونه که دیدید همه با رفیقاشو اشغال، همراه با خانواده‌اش در کوه زندگی میکنه. از طریق فروش زغال امرار معاش میکنه. این بنده خدا زغال فروش بوده دیگه، راه میرفته زغال میفروشه. اما کلا داستان ماجرا از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که خانواده‌اش توسط شیطان‌ها یا اونی‌ها مورد حمله قرار میگیره. تانجیرو خواهر کوچکترش نزوکو تنها بازمانده‌های این حادثن. نزوکو کامادو تبدیل به شیطان میشه، یعنی همون خواهر کوچیکش که میمونه تبدیل به شیطان میشه، اما به طور غیر منتظره نشانه‌هایی از احساسات و تفکر انسانی از خودش نشون میده. یعنی هنوز یه چیزی 50-50 بین انسان و شیطان. تانجیرو به منظور گرفتن انتقام و کمک به خواهرش دنبال راهیه که بتونه ببینه خواهرش رو چجوری میتونه انسان کنه و چجوری میتونه شیطان‌ها رو شکست بده و انتقام خانواده‌اش رو بگیره. تبدیل میشه به یک شکارچی یا یک دیمن اسلایر یا یک شیطان کش که توی فصل‌های سریال میتونید کامل ببینید یا مانگاشو بخونید. تانجیرو توی این داستان کلاً حول محور اینه که از خواهرش و دوست و رفیقایی که دور و برش جمع میکنه محافظت کنه. میپیونده به ارتش شیطان کش ها که اونجا چند تا هاشیراه و که ارشدتر از تانجیرو و کارشون کلاً کشتن شیاطین و یک سری سنگ های مخصوص برای کشتن شیطان دارن که با شمشیر میسازن و یک سری هنرهای رزمی مخصوص. 2-3 تا دوست و رفیق داره و چند تا شخصیت اصلی داستان که خود تانجیرو، نزوکو کامادو، اینوسکه هاشیبیرا، زنیتسو آگاتسوما، کاناو تسویوری و کیبوتسوجی موزان. کیبوتسوجی موزان کیه؟ همون شیطانیه که تانجیرو دنبالشه، برای دهنشو سرویس کنه، تقشو بزنه به قول معروف. همون کیبوتسوجی موزانه. این انیمه خیلی قشنگه، بهتون پیشنهاد میکنم. از لحاظ احساسی، از لحاظ فان و از لحاظ اکشن بودنش واقعا انیمه قشنگیه. من به صورت کامل این انیمه رو دیدم، خیلی جذابه. و بریم سراغ بخش آخر که میخواستم براتون بگم در مورد این بود که چجوری این انیمه به پایان میرسه. این انیمه اینجوری به پایان میرسه، اون جوری که همتون انتظار دارید نیست. تانجیرو آخر داستان میمیره. بله، این نکته عجیب و غریب این داستانه که تانجیرو آخر داستان از کیبوتسوجی موزان شکست میخوره و میمیره. فقط تفاوت اینجاست که خواهرش دوباره انسان میشه. خواهر تانجیرو که نزوکوه و کلن باش
هست و توی یک جعبه با خودش حمله میکنه. در آخر این انیمه خود تانجیرو توسط کیبوتسوجی موزان کشته میشه و شکست میخوره و خواهرش دوباره به حالت انسانیش برمیگرده. امیدوارم توضیحاتی که بهتون دادم کامل باشه تا جایی که اطلاع داشتم و تونستم به دست بیارم. سریالش 2 یا 3 فصله، میتونید ببینید، خیلی جذاب و خوش ساخته، جز انیمه‌های برتر و مانگاهای پرفروش خود ژاپنه، تا حالا مثلش ساخته نشده. فیلمش پرفروش ترین انیمه‌ای بوده که تا حالا به صورت فیلم ساخته شده و فروخته شده و از لحاظ نمره هم خیلی بالاست، خیلی ترای هارده. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ویدیوها رو حتما تا آخرش ببینید و حمایتون کنید. دمتون گرم. مرسی هستین.